سال گذشته بود به نظرم، قسمت شده بود نیمه شعبان رفتم صلوات بفرستم. در مسیر که میرفتم یک مرتبه یه خانومی رو دیدم پرچمی به دست داره و پاها فقط جوراب داره. و شما میبینید آسفالت زیرش ریگ خورده، یک مقداری هم که کنده شود راه رفتن خیلی سخت میشه. اما یه زن با یک شهامتی راه میرفت که گویا کفش بسیار خوب در پایشه، همینطور در سر ریگا راه میرفت. در یک جایی رسیدم، این زن رو با شوهرش دیدم. شوهرش رو میشناختم، چندین سفر در کربلای معلا دیده بودم. خیلی یک جوان باحال بود. شوهر سلام کردم، گفتم فلانی خانومت از تو ولایتی تره، شما کفش در پاییته ولی خانومت فقط جراب در پایشه. این زن برگشت به من نگاه کرد، گفت فلانی از نجف اشرف تا کربلا پای برهنه آمدم، شاید خدا ظهور امام زمان را